یکی از ویژگی های انسانی این زود پشیمان شدن اوست. زیرا انسان چی از گفته هایش و چی از نگفته هایش زود پشیمان می شود. اما من انسانی را ندیدم که از محبت کردن پشیمان شده باشد. خوش به حال آنانی که خوب می دانند که محبت کردن منطقی ترین گفتگوی زندگی است. عزیزان مهربان باشیم. این عمری که ما میبینیم کرای نامهربانی نمی کند. مهربانی را اگر قسمت کنیم من یقین دارم به ما هم میرسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق دستهایش تا خدا هم میرسد. مهربانی را فراموش نکنید. مهربانی چیزی است که با تقسیم شدنش زیاد می شود و کم نه. عزیزان مهربانی را فراموش نکنید. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید.